پاکستان هنوز هوای جنگ با افغانستان را در سر دارد و مقامات نظامی این کشور میگویند آتش بس دوام نخواهد آورد، هرچند آتش فعلا خاموش است و مورد استقبال. همزمان با این چین و ایران خواهان کمک به کاهش تنش بین کابل و اسلام آبادند. این نبرد تمام شده یا از سر گرفته می شود؟ بینندگان افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد زریر هستم و با آقایان روح الله هوتک آگاه سیاسی و بلال احمد فاطمی آگاه ارشد روابط بین الملل به این موضوع می پردازم. سپاس از هر دو مهمان. و آقای فاطمی، این جنگ را کی شروع کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما و مهمان نهاد عزیز القدر جناب هوتک صاحب و بینندگان برنامه شما. شک نیست که جنگ پاکستان شروع کرد و شما دیدین که حمله اول بالای کابل صورت گرفت و مستقیما پروازهای اینا و آمدن بالای کابل و با بهانه از اینکه گویا ما TTP یا مخالفین خود در کابل است میزنیم، در حالی که به هر حالتی که باشه این اجازه را نقطه نظر قوانین بین الدول نداشت. اولا باید موضوع را توضیح میداد، هم به افغانستان هم به شورای امنیت، اسناد خود باید پیش میکرد به شورای امنیت، اجازه را زیر چپتر 7 میگرفت، یعنی آرتیکل چیز 7 باید چیز 51 باید پیاده میکرد. کدام قدمی از اینا قانونی بود؟ هیچ قدمی از اینا قانونی نبود. پس این سوال نوبتش میرسه که چرا شروع کرد؟ ببینه بهانه بوده و دلیل اصلیش چی بوده؟ بله؟ دلیل اصلیش چی بوده؟ دلیل اصلی از این است که طوری که ما قبلا توضیح داده بودم، وقتی که امریکا در ایران ضرورت شد و با پاکستان روی آورد که در اونجا باش همکاری کنه، پاکستان از امریکا خواست که برما دست بالا در افغانستان میتی، چون افغانستان با منوالی که او میخواه که افغانستان باید غلام باشه، اسیر باشه، دست بسته باشه، با حساب با پای خود استاده نشه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ تحصیل و علم، باید گوش به فرمان پاکستان باشه. وقتی که دید که افغانستان داره بال پرهای خود باز میکنه و داره با کشورها به صورت مستقیم روابط نگاه میکنه، ارتباطات خود استوار میکنه، حتی با امریکایی ها، با روسا، با چینایی ها، با هندوستان، با دیگر کشورهای جهان، بنان این طاقت تا توانش این نداشت و این میخواه که فرزند دوباره این نظام منحصر شود. امریکایی‌ها به اینا اجازه مداخلات نظامی را نداده. امریکا برشان چون اینا ضرورت داشتن با پاکستان در ایران، گفتن خب برو یک مانور سیاسی تکو، و این گپ ما چندین بارم زده بودم که اجازه مانور سیاسی داده شده، اما این مانور نظامی را خواهد کرد تا امو بازی اسرائیل وریز. ولی که اسرائیل امریکا چندین بار گفت که بالای ایران حمله نکو، اما وقتی که اسرائیل بالای ایران حمله کرد، امریکا مجبور بود در پالی اسرائیل استاد شد، چون پاکستان اسرائیل دوم است در منطقه، چوچزاد ناخلف انگلیس و امریکا است. بنان این بدون کدام اجازه از امریکایا ای اقدام کرده. اما امریکایا تو نیست که 100% مردم فکر میکنن که امریکا در پالوی پاکستان استاده است. نه، امریکا در پالوی پاکستان استاده نیست، صرف در پشتش تپک از خاطر میته که او میخواه که پاکستان پایش در جنگ با افغانستان بند شود تا ای در اینجا زبون شود. وقتی که ای در اینجا زبون شود، در او وقت است که امریکا میتونه اتمی از او رازی بگیره، چرا که در حالت ضعف اتم باش نمیگذاره. یعنی یک پلان بزرگ است که مردم در ظاهر فکر میکنن که به نفع پاکستان است و به نقص افغانستان است، اما ای در اصل به ضرر پاکستان است. پاکستان زده میشه، به نقص افغانستان نیست و انشالله وقتی که اونا زده میشن و پاکستان تجزیه میشه، افغانستان بزرگ به وجود میاد. بسیار نکته مهم بحث را رسیدیم، اما اجازه بدین یک مقدمه جناب فاطمی از جناب آقای هوتک داشته باشم و دید شما به این جنگ چه بود که چه شد که کار به درگیری مستقیم بین افغانستان و پاکستان کشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زریر صاحب سلام به شما و جناب استاد محترم و مهمان عالی قدر جناب فاطمی صاحب، همکاران تکنیکی تان و شنوندگان و بینندگان عزیز سراسر جهان و برنامه 1400. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقدامات جنگی و پاسخ متقابل به دلیل سیاست‌های نادرست و غرور بیجای ارتش مستبد پاکستان است و در پالوی اونها ما افغان‌ها نه طرفدار جنگ هستیم و نه خواستار دشمنی. ما 45 سال طعم
تلخ جنگ را چشیدیم و در پالوی اونها هیچ تضمینیم برای پیروزی و منفعت در جنگ هم نمیبینیم، به خاطر که وقتی که جنگ باشه مصارف دارن، جنگ باشه خونریزی دارن، جنگ باشه قربانی همین غیر نظامی که کشته شد دمی چند غیر نظامی ها هستن و در پالوی اونها ما کشوری هستیم که برای اعمار و بازسازی و تحکیم روابط مسالمت آمیز و بخشای دیگه داریم و عملا به این راستا دست دراز کردیم، ولی اشتباهات مکرر و عمدی پاکستان منشأ شر و فتنه هستند و واضح قسمی که فاطمی صاحب اشاره کردند و هم امیال میدامه دارند و نتایج آن اکنون برعکس خواهد شد. قسمی که فاطمی صاحب میگن ای به ضرر پاکستان تمام خواهد شد، چون تمام ملت پاکستان طرفدار جنگ نیستند، نه حکومت ملکی اونها به این شکل هستند، یک حلقه شریر، یک فاسد و خونخوار مستبد هم ملت پاکستان، هم کشور پاکستان و هم صلابت و حیثیت و بالاخره وقار پاکستان و در کنار اونها امنیت و بی‌ثباتی منطقه را به پیش گرفتن و با اشاره بادارها بگوییم به خاطر منافع. موافق هستین که فاطمی صاحب میگین اشاره بادارهاش در حد درگیری نظامی نبوده، فقط سیاسی بعد منافع بحث میکنیم که علی اونا هم وقتی که باگرام یادآوری کردن یا تن زدن گفتن که ما هستیم در منطقه و چون یک وقتی که به او کلمات نمیگیم و یک وقتی که دست نشانده یک کسی باشی، یک وقتی که از طرف یک کسی دوجه به کرسی شانده باشی، بریتان پیسه میتن، پول میتن، اعزاز میتن، 2 دفعه یا 3 دفعه در یک ماه امرتان نشست داشته باشند در منطقه، از شما من حیث یک آله استفاده میکنن، در این صورت باکی ایره ندارن که حالی در مسائل سیاسی استفادهش میکنن یا در نظامی در هر کدامش که استفاده یعنی امکان داره در هماهنگی با آمریکا و بریتانیا هم شده باشه این کارا؟ ما سیاست های را اگر برای ما فرصت میتین میگیم که چی اشتباهات پاکستان مرتکب شدن. ما میگیم که پاکستان افغانستان را به عنوان حوزه نفوذی به صورت نمادین میبینن و یه واضح است که به هیچ قیمت نمیخواهد که افغانستان در روابط سیاسی با منطقه و جهان مستقل باشند و این کاری هستند که از سالهای متمادی در 45 سال تکرارا انجام دادن و واضح است که پاکستان نه از نظر اقتصادی، نه از نظر نظامی و نه هم از نظر تاریخی چنین ظرفیتی دارند، توانایی ندارند که افغانستان با اینمی بزرگی تاریخیش، با اینمی بزرگی قهرمانیش که در مقابل روسیه کردن، در مقابل بریتانیا کردن، در مقابل امریکا و ناتو کردن، اینها را هضم کرده بتوانند. این ظرفیتش به تمامش آشکار و معلوم هستند. مسئله دیگه مداخله مکرر در افغانستان را حق خود میدانند، اما واکنشی که در مقابلش میشه اونها را به قیمت گران میپروشند. میبینین شما در بودای اقتصادی میبینین، در بودای سیاسی میبینین، در بودای نظامی هم دیدین. همچنین با پیشرفت اقتصادی وزیربنای افغانستان به هیچ وجه موافقت نکردن، همیشه مخالفت کردن. یک وقت ما شنید رسانه های اونا رو میدیدیم قشتیپه که نه از مسیرشان است نه در طرفشان است، اونا رو تحریم میکردن، دیگه کسا رو تشویق میکردن که در مقابلش ایستاد شوند. در پالوی اونها میخوان در مجامع کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی به صورت خودسرانه نمایندگی نادرست از افغانستان بکنن. این نمایندگی نادرست به این عنوان است که تصویر و حقایق مردم افغانستان، خواسته های مردم افغانستان از این جغرافیا را به یک نوع زیر سایه می بردن. شما شنیدین یک وقت از کلانایشان گفتن که در افغانستان 60 گروه تروریستی وجود دارن. دیگه روز دیگه گفتن که 40 گروه تروریستی دارن. عالم میگن یک چشم سفیدی رو ببینین، این حماقتشان رو ببینین، در حالی که نیست افغانستان. حالی ما ببینین که ما 6 همسایه داریم. بله. یکیش پاکستان هستن. دیگه همسایه ما تعامل دارن، توقع بهترتر و خوبتری دارن با ما. یک پاکستان است که دیگه مایکروسکوپشان یا ذره‌بینش قدر تیز است، اینا 60 گروه رو دیگه میبینن یا 40 گروه رو میبینن. اجازه بدین به ادامه چرایی از بر بگردیم و اما فاطمی صاحب بالا بحثتان تکمیل کنین. به پشتونستان و اضراری که پاکستان میکنه اشاره کردین. بله، مسئله از این قرار است که امریکا چشم دوخته به این مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا و داره اهداف نه تنها که گرفتن اتم پاکستان است، بلکه به دست آوردن آزادی بلوچستان
و خیبر پختونخوا و در اگر ممکن شود که به ذریعه پاکستان به ثباتی را در ایران، در سیستان و بلوچستان ایران هم بیاره و در یک مقطع زمانی اوس بلوچستان هم با بلوچستان یک جا شود و امریکا در این مقطع باشد تا گواده را در دست خود داشته باشند، دست چینایی ها را از منطقه کوتاه کنند و خودشان در منطقه بیان. یکی ای که وان بلت رود کمربند اقتصادی را شکستانده باشه امریکا، این پلان هدف بزرگش است، اتم هدف بزرگش است، تشکیل یک حکومت محلی در اینجا که سابقا خود امریکایی طرفدار ازی بودن. اگر شما نوشتارهای سال 1985 ببینین، سال 2000 ببینین، در اونجا امریکایی در اخبارهای معروفشان در واشنگتن پست و در وال استریت ژورنال و در اینا نوشته میکردن که اگه این مناطق آزاد میشه سرزمین افغانستان است و او الحاق میکنه. اما حال افکارشان کمی تغییر کرده، میگن که این سرزمین ها آزاد میشه، جدا میشه، باید حکومت های اینجا تشکیل شود که امریکا در این منطقه باشه، در بین حایل بین افغانستان و پاکستان کوچکی که پنجاب میمانه. اگه او را هندوستان بگذاره اجازه بده، اگه هندوستان اجازه نده، خوب با پنجاب هندوستان وابستگی داره، مثل که بلوچستان با او بلوچستان دیگه وابستگی داره، پشاور خیبر پختونخوا با پشتونای افغانستان علاقه داره. این مناطق است که به لحاظ قومی تقسیم شدگی است، بنان پاکستان باز نمیمانه در او صورت. پروگرام چهارم امریکا در منطقه ای است که ذخایر وافری که امریکا به اون نیاز داره و فعلا از چینایی ها که وقتی که تحریم با چینایی ها وضع کرد، اونا بالایشان منرال هایی را که امریکا نیاز داره او را بالایشان بند کرد و بزرگترین منبع منرال امریکا در دنیا از چین بوده، 80% از اینجا میگیره، متباقیش از کشورهای دیگه جمع میکنه. اینال وزیرستان شمالی و جنوبی از لحاظ ذخایر معدنی دنیا فکر میکنم که درجه 2 است یا درجه 3 است در دنیا، بزرگترین ذخایر است که در اینجا پاکستان او را دریافت کرده و از همین خاطر بالای چسبیده و مردم از این منطقه را، اهالی را کلگی را متواری کردن. 2 میلیون انسان ها را از اینجا کشیدن، 110,000 نفر جوانای از این منطقه را کشتن که همون علت بود که پشتو غرزنگ حرکت در مقابل از اینا جور شد و این حرکت به همون شعار داد که هر جایی که دهشتگردی است در پشت زمین وردی است. وردی هم یعنی لباس خاکی نظامی پاکستان. بنان ای از در ریاکشن اونمو موضوعی که در وزیرستان شمالی و جنوبی بود، این موضوع در میان آمد. بنان وقتی که شما در این موضوع در منطقه بحث میکنین، این 4 نقطه را باید مد نظر داشته باشین که امریکا پاکستان تشویق کرده تا پاش در جنگ بچسبه. اونا میفهمن که غیر از افغانا دیگه کسی اینا رو زده نمیتونه و عملا هم شما دیدین در 4 روز 5 روز جنگی که بودن، یک بار حمله کردن، دنداناشون شکستانده شد، پوستهاشون 41 پوستشون گرفته شد. درسته. در همین ادامه میخوام دقیق تر میره پاسخ بدین که برخورد امارات، واکنش امارات را به این حمله چطور ارزیابی میکنین؟ آیا حقشان بود و شایستهشان بود رفتار؟ کاملا باید دیگه راهی برای ما نمانده بود. اگه این خاموشی را اختیار میکرد، اول ملت میگفت که چرا در مقابل عملیات نظامی یک کشوری که بازامی کلمات هم میگفتن که خوین اینا وابسته پاکستان هستن، غلام پاکستان هستن، اینا نکردن. حالا که کردن، مردم میگه که اینا به کدام دلیل کرد و چطور کرد. مردم افغانستان نمیگه، چرا که عکس العمل مردم اگه ببینن کلگی در عقب نظام ساده هستن. فعلا کلگی میگن که ما حاضر هستیم به دفاع سرزمین خود بریم. شما دیدین که در عملیات اولی که در سر 8 نقطه صورت گرفت، در اونجا اینا 41 پوستر از بین بردن، با تعداد 58 نفر از عساکرش کشتن، در حدود 25 نفر از زنده گرفتار کردن، دفعتا قطر در بین آوردن و مصالحه صورت گرفت. امارت اسلامی به احترام قطر و عربستان سعودی صلح کرد. اما شما دیدین با مجردی که صلح شد، آتش بس صورت گرفت، 1 ساعت بعدش اینا آمدن در شهرهای دیگه حمله کردن. دیروز هم همچنان همینطور شد، حمله کردن به سپین بولدک. امارت اسلامی از ساعت 3 بجه صبح یا نصف شب میگن جنگ معذرت میخوام، از 3 بجه شب حمله را شروع کرد تا 5 صبح، وقتی که اینا دیدن که تانکایشان گرفته شد، پوسته هاشان سوختانده شد و تا او طرف خط دیورن عساکر اردوی ملی افغانستان رفتن، دفعتا
دوباره به آتش بس درخواستی دادن. درخواستیشون دوباره قبول شد. در سپین بولدک جنگ بند کردن. در اولوسالی ترو در پکتیکا جنگ شروع کردن. در اینجا دندان شکن جواب خوردن. یعنی در جنگ زمینی اینا با افغانستان مقابله کردن نمیتونن. اما متاسفانه که افغانستان وسایل فضایی را نداره. طیاره میداشت که اسلام آباد میزد. جناب فاطمی سیف که اسلام آباد میزد. وقتی که دندانای اینا شکستانده میشد اینا دوباره به این طرف به چشم کج نمیدید. بسیار ممنون. در روی قوای زمینی شکست خوردن اما از لحاظ فضایی میان بمبارد میکنن و مردم میکشن، مردم ملکی و عوام میزنن میکشن. این یک برتری داره که امارت اسلامی باید جلوی از به طریقی بگیره که با کشورهای همسایه مثل هندوستان، چین و روسیه در صحبت شود که برای دفاع خود یک چیزی را به دست بیاره. خیلی سپاسگزارتان. اما بیننده های عزیز در رنگ کوتاه میگیریم و باز میگردیم. ادامه بحث شما را اینطور می داشته باشیم متاسف که یک پرسش دیگه بهش اضافه میکنم. قطعا در بحث مقایسه قدرت نظامی که بیایم پاکستان را برتر فکر میکنن، ولی خب شجاعت و ایمان و چیزهایی که همیشه در طول تاریخ برای مردم افغانستان حالا بهش افتخار کردن شاید همین بوده که در این جنگ هم پاسخ شکننده بوده با اونا، ولی اونا میگن که هنوز امکان داره جنگ صورت بگیره. فکر میکنید دوباره پاکستان جرأت حمله داره؟ خب در جرأتش نمیفهمم. ما گفتم بحث ما دیگه بود که چی ناکرده های را برای انداختن که کاسه صبر مردم افغانستان در مقابل پاکستان لبریز شد. درست. هفتهش خو یادآوری کردیم. بله دیگه چی؟ بحث دیگه ایش ادامه ای است که یکی گفتم که خودکفایی اقتصادی و نظامی افغانستان را تحمل کردن نمیتواند. افغانستان ضعیف میخواد ولی اقتصادی. افغانستان ضعیف میخواد وقتی که گوش نباشه مردم گوشنا کی توان گوشنگیری دیگه دارن. یک بحث دیگه ای است که ما گفتم که همیشه در نشست‌های سازمان ملل و دیگر کشورهای افغانستان به عنوان لانه تروریسم یادآوری میکنند که لانه تروریسم هستند. بیشتر اشاره کردیم. بله. در حالی که مواد مخدر هم در افغانستان برچیده شده و بعد تروریسم از افغانستان برچیده شد. آله خودشان بانی اصلی تروریسم بود. قسمی که فاطمی سے اشاره کردند دهشتگردی در درشی خاکستری است. اگر دهشتگردی در درشی خاکستری نمی بود 75,000 عملیات نظامی از خاک پاکستان بالای افغانستان صورت گرفته. 75,000 عملیات نظامی در 20 سال جمهوریتی که در افغانستان مردم به خاک بخون کشاندن. هم راههای لوجستیکی را دادن، هم راههای نظامی را دادن، هم معلومات استخباراتی را می دادن. حالی پوجی میگیم یا یک حلقه شریر بگویم این کدام وقت دوست افغانستان بوده؟ نبوده. از خاطر اینمی کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده، از نظام لبریز کردن. بحث دیگه ای است که همیشه در ترانزیت و در تجارت و در اقتصاد و در وقتی که صادرات افغانستان وجود داشته می باشه پاکستان راه ها را بسته میکنن، بر ناحق غیر قانونی ترانزیت بانها مسدود میکنن و مشکلات زیادی را در ایران انداختن. همیشه در پالوی اونها تمامیت ارضی افغانستان را نقض میکند، غصب اراضی را در وقتی که باردر منیجمنت بران انداخته بودن سیمی خاردار به ساحه آوردن. میازو ما پرزی میدانیمش. سیمی خاردار هر روزی باشه که به قیمت یک زباله پروخته خواست. در جنگ دیروز در دروازه سپین بولدک منفجر کردن اماراتی ها. گفتم این سیمی خاردار یک وقت به قیمت زباله پروخته خواست شد. ما سرزمین جدا شدنی نمیدانیم. این خط پرزی است، یکی دوجه بوده یا دیجه، ولیکن گفتم که اینیا هم در صددی بوده که به کیلومترها خط پرزی را به طرف افغانستان کشاندن و سیمی خاردار را وصل کردن. همیشه یک سوال اضافه کنم، در جنگ که میباشه سربازایی که با افغانا درگیر میشن و کشته میشن از این افغانای او طرف مرز هستن یا اینا از پنجاب میایین سربازای پاکستانی که با امارات میجنگن؟ ما که اردو رو میگیم، اردوی پاکستان حلقه شریر میگیم، کسی که دریشی خاکستری به تن دارن. اوج افراد ملکی جنگ نمیکنن که بومی منطقه باشه. از خیبر پختونخوا ما میگیم در پاکستان مظاهرات صورت گرفت که چی میکنی؟ تاجرها خیستن در مقابلش که تجارت ما را در بدر کردی. حتی در تمام کشور به یک نوع مردم در حراس هستند که حتی مردم پشتونخوا گفتن که شما فرهنگ ما را، شما هم کیش ما را، شما هم بستر ما را، شما هم جغرافیای ما را، شما هم دین ما را، چرا میخواین که در پارلمان اعلان نکردن در مقابلشان ایستاد نشدن؟
برایش نگفتن که ما ملامت هستیم. شما یعنی نظامی های پاکستان حلقه شریر جبر کردین بالای جغرافی افغانستان. ما که میگیم که 75,000 دفعه عملیاتی که از طرف پاکستان صورت گرفته این خود مردم پشتونستان نبوده، این خود مردم خود بلوچستان نبوده، بلکه این حلقه شریری بوده که زمین را مساعد کردن. این خوامیال به نیابت قدرت های بزرگ امیال دهشت گری را تربیت میتن، برای مردم تهدید ایجاد میکنن، برای بلوچستان ایجاد میکردن، برای افغانستان دمستون تربیتش میکنن، برای آسیای مرکزی دوجه برای شاه اعاده دادن، سربازگیری میکنن. شما موقف و دستداشته های امارت اسلامی افغانستان در کنفرانس خبری نشنیدین که در مقابل پاکستان گفتن که کی در پاکستان هست، در کجا هستن، یا به دست ما بتین یا از کشورتان بکشین اینا. گفتین که آراهایتان در کجا هست، سربازگیری را از کجا میکنین. رهبران داعش که امارات ازشان خواست برشان تحویل میتن. بس یکی تحویل میتن نمیتن، ما در موقفی نیستیم که ما از اونا فشار داشته باشیم که از ما بتین، ولیکن یک افشاگری بجای صورت گرفتن جهانیا را خصوصا منطقه را به این آگاه ساختیم که مسئله در کجاست. وقتی که ما به این حد معلومات شریک کردیم، انزجار کردن، شکایت کردن، حملات کردن، حریم ما را نقض کردن. وقتی که اینا نمیخواین که مناسبات سیاسی ما با کشورها داشته باشیم، ما زیر نفوذ اونها باشیم، همچون عملات بالای ما تحمیل میکنن. گپی اصلی ما ضریر سبیعی است که این حلقه شریر نه تنها مردم افغانستان را به کام مرگ بردن، بلکه مردم خود پاکستان، مردم عوام و شریف پاکستان هم به کام مرگ بردن. این حلقه باید برچیده شود. یکی لشکر لبیک یا حزب لبیک در پاکستان زیر تیر میکنن، برش آتش میزنن، به هزارها مردم به کام مرگ میبرن، به مرمی میبندن. چی فکر میکنین که انتظار اینا از این داشته باشین که این ملت نوازی میکنه؟ ای برای مردم پاکستان اقتصاد به بار میارن، ای در مردم پاکستان امن و صلح و امنیت به بار میارن. این حرکات اینها که در مقابل یک همسایش نه، بلکه هر سی همسایش، هر چهارش بگویم، نه در بنگلادیش روابط خوب دارن، نه با هندوستان دارن، با افغانستان خود دیدین به این حالت است. یک دو روز پیشم با ایران دیدین و حلقه‌ای که وجود دارن به می شکل اینمی تمامی کشور و تمام مردم پاکستان با کام مرگ بردن و مشکلات برشان ایجاد کردن. سپاسگزارتان فاطمی. آقای خواجه آصف باور چی است که آتش بس دوام نخواهد آورد؟ این به چی معنا و آیا دوباره پاکستان ها حمله خواهند کرد و سبب درگیری خواهند شد؟ قبلا گفتم براتون که اینا فریب میتن. آتش بس وقتی که ضربه میخورن و برشان احوال میره که پوسته ها را از دست دادیم، تانک های ما از دست ما رفت، افراد باز آتش بس میکنن، دوباره تیاری میکنن، دوباره حمله میکنن. یا آتش بس خود از اینا مشکنانه و خودشان دوباره حمله میکنه. بازی از اینا بالمثل بازی اسرائیل است. اینا اونمو عسکر از اینا عسکر یک نظام اسلامی نیست، بلکه عسکر یهود است، اسرائیلی است. برای از اینا قتل، قتال، کشتار جوان به حساب پیچ سفید سیاسرا، چی پاکستانی باشه چی افغان، هر کس که باشه با اینا تفاوت نداره، میزنن، میکشن و میدرن و بازم خود اسلامی میگن، در حالی که به اصول قواعد جنگی که از سنت پیامبر خدا مانده شما این کارا را اجازه ندارین، ولو که دشمنتان یهود باشه شما اطفالش دریده نمیتونین. پس اگر حالا دوباره تجدید قوا کنن و دوباره حمله کنن چی میشه؟ سرسفیدا را کشته نمیتونین، شما سرزمینا را آتش زده نمیتونین، شما درختها را سوختانده نمیتونین. اجازه نیست در قوانین اسلامی به این چیزا. اما میبینین همه کار میکنن، کشتزارها را در میتن، سرسفیدا را میکشن، اطفال میدرن، جوانا را سینه چاک میکنن و حتی تایی چیز هستن که جسدها به حرمتی میکنن، تیزاب میپاشن بر روی جسدهای کشته شدگان. در لحاظ قوانین بین الدول اسیرای جنگی و در جنگ شما اجازه ندارین که جسدها و اینا را مسلخ کنین،
و او را بر رویش فرزند تیزاب بپیشن. کدام قوانین بین الدول اینا احترام دارن؟ کدام قوانین بین الدول اینا احترام گذاشتن؟ اگر اینا قدر از قوانین بین الدول اینا صحبت میکردن، همین دنیا باید پاکستان میگفت که تو بیا با شورای امنیت یک بار اینجا اسناد تا پیش کو، بعد از او برو باز حمله کو. همین کار چرا دنیا نمیکنه؟ مثلا سازمان ملل، شورای امنیت چرا سکوت کرده بود در چند روز؟ چون این نظام زور است و در عقب از او قدرت‌های بزرگ مثل امریکا است و امریکا این جنگ میخواهد. این گپ ما در سال فکر میکنم تاریخ 29 یا 30 دسامبر سال 2024 بود که قبل از یک برنامه داشتیم و پرسان کردن که سال گذشته را تو میبینی و سال 25. ما گفتم سال 2025 سال جنگ بین افغانستان و پاکستان است. دلیلش چی است؟ گفتم امریکا میخواهد. این جنگ امریکا میخواه. این که آقای ترامپ میخواه که ما حلش کنم، اینم ربط داره به بحثتان؟ او که میگه من میخوایم بندش کنم، او یک چیز لفاظی سیاسی و او است. از او عملا اونا نمیخواین. عملا اونا میخواین که پاکستان باید در اینجا پایش بند مانه و این ما چندین بار گفتیم که ولو این جنگ با ایران باشه، ولو این جنگ با هند باشه یا با افغانستان باشه، پاکستان باید در جنگ درگیره و این نیاز امریکا است. چرا که در اون صورت پاکستان که تضعیف میشه بیشتر محتاج امریکا میشه و اتمش هم از پیش گرفته میتونه. ون بیلت رود چینایی ها را کمربندش از بین میبرن، در بلوچستان و خیبر پختونخوا تضعیفش میکنه. گرفتن آزادی از این سرزمین ها با امریکا آسان میشه. بندر گوادر با آسانی به دست امریکا میفته. پلان های طویل المدت استراتژیک امریکا است که برای منطقه مد نظر گرفته و این تغییرات استراتژیکی در پالیسی خارجی امریکا بعد از 1972 بار اول تغییر آمده. یعنی این تغییری که مال بر شما میگم که امریکا خواهان گرفتن بلوچستان و خیبر پختونخوا است، این بسیار سابقه نداره. یک سال سابقه داره. پارسال هم نظرشان نبود. قبل از پارسال نظر امریکایی بود که این مناطق آزاد شود و با افغانستان الحاق کنه و اینا در گوادر باشن. اما فعلا میگن نه، چرا اگه ما این کار میکنیم چرا در اختیار افغانستان، چرا به خود نگیریم، در اختیار ما نباشه. افغانستان هم میگذارن به حالت خودش، این منطقه را برای خود دارن کار میکنن. درست. پس شما فکر میکنین که در یک هفته و یک ماه و یک سال آینده امکان تکراری درگیری ها وجود داره؟ هر ساعت وجود داره. شما امروز خواهد دیدین که تا شام یک عملیات دیگه صورت میگیره، نقطه دیگری صورت میگیره. امیالی بعد از آتش بسی که دین شب شد باز پهباداش آمده بود. نه تو نبود که آتش بس که شد پهباد نامده. بعد از او آمدن بازم بمبارد کردن. این متوقف نمیشه. اونا فکر میکنن چرا که دمی پولشان بسته است. در این جنگ امریکا اینا را تشویق میکنه، میگه چیز پول برشان میته. چرا که در این میبینه که پاکستان عمل دمی طول یک هفته آنقدر ضرباتی که پاکستان دیده توقعش نداشت. در جنگ چند روزی که با هند داشته قدر تلفات نداده بود مثل که در جنگ چند روزه با افغانستان تلفات داده و این اگه ادامه میته تلفات از اینا بیشتر شده میره و اینا اختار از این میتن که ما داخل سرزمین افغانستان مدرایم. تشکر. خواجه آصف گفت. خواجه آصف گفت اگه ضرورت شد ما سر خاک داخل مدرایم و گفت که حتی ممکن تا کابل هم یهی تا ارجای می خدا بیارد. ما این را میگم خدا بیارد. و تو مزیه از را خواهد چشیده که امریکایا چشیده، روسا چشیده، انگلیس چشیده. تو خانوز بسیار چوچگه پاپیگه که خوردستی. تو هنوز این مزه را ندیدی. تو هنوز تو طاقت سیاسی و نظامی را هم نداری. تو نه پول نداری که توی جنگ دوام بیتی. تو با هندوستان نتونستی جنگ 5 روز دوام بیتی. بنان با افغانستان چطور؟ افغانستان خو آماده جنگ است. 46 سال جنگ گذشتانده ما نه به نان ضرورت داریم نه به لباس. ما با شکم گرسنه می جنگیم و تو آدم ها را می پاریم. درست است که ما لحاظ فضایی ضعیف هستیم. اگر ما لحاظ فضایی ما را کسی تقویه کنه باز شما خواهد دیدین که این پاکستان در چند روز زده میشه و اگر فرزن بر ما کس تیاره نمیته دافع هوا سیستم میزره استنگر وری که در منطقه دارن روسیه هم داره و چینا از اونا بر ما بتن که ما تیاره از اینا را بزنیم. وقتی که تیاره پاکستان در میروش گرفته شد در روی زمین اینا باز مردانگی ندارن. در روی زمین امی بعض نفرایی که از دوران جمهوریت و مقاومت حال چوچه های عسکری نوزاد پاکستان شدن اونا پاکستان میگن برو بزن. من میگم اینا افغان هستن، شرم دارن یا ندارن؟
پنجابی را میگه که برو در طول تاریخ ببینین پنجابی ها در مقابل پشتونا و افغان ها اصلا جرأت حرف زدن نداشتن. آیا اونایی توان و طاقت دارن که بیان در مقابل از این ملتی که در طول تاریخ در اینجا به حساب شاهنامه ها داره با او بجنگه؟ اما افسوس به او افغانایی است که در وقتی که امریکا می آمد در 7 اکتبر 2001 اینا او بم منداخت و اینا الله اکبر میگفتن. اونمو بی شرما، اونمو بی عزتا، اونمو بی ایمان ها. امروز در وقتی که پاکستان میای بمبارد میکنه اینا الله اکبر میگن. من نمیدونم مردانگی از اینا که اگه مرد هستین خودتان بیاین در میدان جنگ و ببینیم که یک و دو چند میشه. تشکر جناب فاطمی. این کسایی است که پاکستان تربیت کرده از اینا استفاده میکنن و دارن به این ذریعه لابیگری میکنن، به نظام تضعیف میکنن. هم نظام افغانستان دارن میخوان که تضعیف کنن، هم در ایران دارن فعالیت میکنن به امریکایا و از او بابت پول میگیرن. نظام ایران زدنش بر امریکایا و اسرائیلیا اصلا ممکن نیست در این وقت و زمان. حالا چی میکنن؟ از درون میخوان که بزنن تا اون نظام. بسیار تشکر جناب فاطمی صاحب. باز میگردم. بسیار ممنون. اما بیننده های عزیز وقفه کوتاه. باز هم به ادامه بحث خوش آمدید. آقای هوتک، اگر پاکستان قرار نیست سر جایش بشینه و امکان دوباره درگیری وجود داره، این بار چه خواهد شد از دید شما؟ و دوباره اگر پاکستان باز حریم هوایی افغانستان را نقض کنه، باز راکتی پرتاب کنه یا باز آتش بس را نقض بکنه، واکنش مردم افغانستان یا واکنش حکومت افغانستان چه خواهد بود؟ یک چیز ضروری است بریتان بگوییم که پاکستان در آستانه سرد شدن جنگ به فکر استراتژی جنگ بدیلی است و این را در تاریخ تقریبا حدود 45 ساله یا 80 ساله ثابت کرده. واقعیت شمی است. درسته. منظورتون اینه که جنگ افغانستان که بعد از 45 سال پایان یافت دوباره برنامه ریخت که جنگی برنامه دیگر را برام انداختن. ما موافق هستیم با فاطمی صاحب که اینا یک سناریو یا یک استراتژی بدیل جنگ در افغانستان به خاطر بحث هایی که ما پیشتر یادآوری کردیم به خاطر به کرسی شاندن اونها برام اندازن. ولی بحثی است که چطور مقابلشان کرده میشه. بله. بس ما دایی بوده که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده. ما از جنگ پیاده ایشان هم نمیترسیم و ما مردم افغانستان با اعتماد و ایمان و وفاداری و عقیده که پیشتر شما یادآوری کردیم در مقابل متجاوزینی که حق ما هست که ما هم به منوال بین المللی و هم به منوال عقیدوی حق ما هست که در مقابلش ایستاد شویم. امریکا یک التیماتوم و یک اخطار فوق‌العاده را به خاطر محو کردن در روزی افغانستان داده بودند که خود ترامپ که در روز ما تمام افغانستان با آتش میندازیم برش. ولیکن 20 سال ادامه پیدا کرده بود این مبارزه و آخرشان خود اونمون کس که در روز میخواستن که افغانستان و مردم افغانستان از بین ببرن، از نقشه محو کردن، حالی بازم هست و حالی یک نظام هم داره. بحثی ما این است که پاکستان هر چی زوری که دارن، هر توانی که دارن، نمیتونن که برسن. هر چی فسادی که دارن به هدف خود رسیدن نمیتونن. هر چی قدر جنگ های دیگه ای که تحمیل بکنن، چی 2 میلیون سرباز داشته باشه، چی اتم داشته باشه، اگر 1 میلیونی سرباز دارن و یا هم قدرت اتمی هست، اگر در این جنگ هر چی قدر پیشروی بکنن، ما متیقن هستیم که مردم افغانستان خو بجای خودش با نمی نظامیایی که در مقابل اونها ایستاد هستند در روحیه اینمی که مردم افغانستان در مقابل اونها به شکل حمایتش ایستاد هستند در پشت سر اونها، بلکه مردم پاکستان هم در علیه پاکستان برخاستند و از گلون اینا را خواد گرفتن که به یک پروپاشی فوق‌العاده برسند. هیچ خود جمع کردن نمیتونن. حالا اینایی تو کوشش میکردن که بیا یک راه جنگ بیرونی را برا بندازیم به خاطر اهداف بیرونا و به خاطر کرسی شاندن اهداف خارجی که برای اونها دادن، چی امریکا باشه، چی بریتانیا باشه، و چی قدرت های بزرگ دیگه باشه، یک سناریوی بزرگ در راه بندازن، میان با بالای اینمی تخته خیز استفاده میکنن. از اینمی عنوان پروپاشی خودشان از قلم اول از میز برید میگیم. این فاطمی صاحبم شاهد باشه. بار دیگر یا تکرارن تا 1 ماه جنگ ادامه پیدا کردن نمیتونه، پاکستان برچیده میشه. پاکستان
به انزوای فوق العاده میره. پاکستان افغان میره خاکشان تصرف میکنه. در تصرف نه، و مردمی که در طرف او طرف ششته تو امیال حالتشان یک دفعه رسانه هایشان او طرف کنار باند. مردم چی میگن؟ یکی خب مناطقی است که حالا بین افغانستان و پاکستان حالا نهایی نیست، درسته که ما شما خط فرضی میشناسیمش. یعنی اگر جنگ ادامه پیدا کنه که شما میگین پاکستان برچیده میشه، افغانا میرن تا اسلام آباد میگن. هر چقدر جنگی که به سرحد پرزی دیورند میرسه با مو اندازه خلای پشت سرش در پاکستان اضافه تر میشه. گپ در این میشه. یعنی اون طرف سینده هم ناراض هستن، شاید اونا جدایی طلبی. اونا هر چقدر که اینا به این طرف به جنگ به طرف پرزی مقاومت ها و قدرت های خود میکشانن، اون طرف پشتشان خالی میشه. میفهمی که یک قدرت و یک نظام، یعنی به خلاصه میگیم وقتی که یک نظامیا در مقابل یک کشور میجنگن، اونا اهداف مشخصی دارن و اهدافشان هم ملت اونها حمایتش میکنن و به خاطر به دست آوردن اونمو توقع ملتش می جنگن و کمایی میکنن. کشورهای منطقه طرفی خواهد بود. بس تکمیل بکنیم. وقتی که ما این صحبت میکنیم که اینها کدام اهدافی که در افغانستان تعقیب میکنن، این خواسته های مردمش نیست. پس این کار با کی میکنه؟ با 1 میلیون نفر. دیگه باقی مانده چقدر مردمی که در پاکستان زندگی میکنن طرفدار جنگ نیست، خواهان عقیده و خواهان توقعی را دارن که مردم افغانستان با ایشان باشن. در این صورت 1.5 میلیون نفر، همون نفری که نظامی و وردی دهشتگردی را به تن کردن، در مقابل 2 جغرافیای بزرگی که ملتشان هم مذهب هستند، هم کش هستند، هم دین هستند، در اینا کامیاب شدن نمیتونن. یک بحث دیگه این می است که در صورتی که ما به توانایی کلی نرسیده باشیم و در مقابل اونها جنگ ما جنگ نظامی نیست، جنگ ما در مقابل اونها برابری ندارن، جنگ ما اسلحه نداریم، ما عقیده راسخ داریم، ما دفاع از نوامیس از جغرافیای خود میکنیم، ملت در پشت سر ما ایستاد هستند. اونا از چی دفاع میکنن؟ از کدام عنوان با افغانستان تاختن؟ چی بدی را برش رساندیم؟ آیا ما جنگ خواستیم یا جنگ تحمیل کردیم؟ ما سر مردم ملت امی بحثی که دراز میکنیم، امیر به خاطر میگیم که مردم پاکستان، عوام پاکستان، حکومت ملکی پاکستان نخواهان جنگ هست، نبودن. حتی زندان صدا میبرند که پاکستان و اردوی پاکستان یا حلقه شریری که در پاکستان وجود دارن در مقابل ملت های آقای عمران خان اشاره داریم. بله، تنها عمران خان نه، در پارلمانش هر نفری که در پارلمان میخواد با همون لهجه اردویشان برش میگه که شما جبر میکنین، این کارتان شایسته به خاطر ملت سازی. دوباره برمیگردم به ادامه بحث. تشکر از شما و فاطمی سیب. کشورهای منطقه طرفی کی هستن و چه چیز بسودشان است؟ درسته شاید طرفدار ثبات چین و روسیه و این بی‌ثباتی نباشند و ایران و چین میگن که ما بین دو طرف میخواهیم که رابطه را بهبود ببخشیم و تنش را کاهش بدیم. اصلا چه چیزی بسودشان است؟ بسود منطقه ثبات منطقه است، چون چینایی‌ها در پاکستان سرمایه گذاری داره. از این خاطر چینایی‌ها از این جنگ به تشویش هستن. اونا میخوان با افغانستان هم روابط اصلا نداشته باشن و با پاکستان هم، چون چینایی‌ها میفهمند که در این جنگی که در گرفته هدف وان بلت رود است، کمربند سیپک است، کمربند اقتصادی چین است. این چینایی‌ها با کلی میفهمند. از این بابت اونا طرفدار از این جنگ به هیچ قیمت نیستن. هم با افغانستان دارن میگن که باید خودداری کنن و هم با پاکستان میگن. اما پاکستان مجبور است. پاکستان از خاطر پولی که نیاز داره جنگ‌های نیابتی را در اینجا، در ایران، در هر منطقه میکنن و با هم از چینایی ها پول میگیرن، از هم امریکایی ها میگیرن. امریکا چینایی ها را قبول نداره، چینایی ها امریکایی ها را قبول نداره. جنگ بزرگ است و پاکستان در بد رقم دام چسبیده. روسیه روز گذشته واضح گفت که ما اردو کشورهای دوست است، افغانستان و پاکستان، و از اردو میخوایم که جنگ متوقف کنن. اما اگر جنگ طول میکشه، 1 ماه و 2 ماه درازتر میشه، شما بازخواد دیدین که پالیس های منطقه ایستا شفت میشه و ممکن که همدردی و همکاری هندوستان، ایران و روسیه با افغانستان باشه. از این 3 کشور چین نام نگرفت و میره متوجه باشه. بله. ایران، هندوستان و روسیه همدردیاش با افغانستان. اما چرا چین جدا کردین؟ چین از خاطر جدا کردم که چین در جنگ نظامی نمیخواد که طرف باشه، چرا که موضوعات اقتصادیش نه تنها که در افغانستان و در پاکستان است، موضوعات اقتصادی در سطح جهان هم است و او را نمیخواد که لکمدار شه و به او ضرر برسه، چرا که حجمش بسیار بزرگ است. با شما معلوم است 1.5 تریلیون دلار است، 1.5 تریلیون دلار است. او از خاطر افغانستان یا پاکستان، چرا در پاکستان سرمایه گذاریش
در حدود 62 الا 70 میلیارد دلار کلگیش میشه که در کل مجموعش 120 میلیارد دلار است. تا حالا در حدود 62 مصرف کردن. اینال او از خاطر 62 میلیارد نمیتونه که دیگه 1.5 تریلیون قربانی کنه. از این میتونه بگذره، اما تا زمانی که میتونه حمایه میکنه. از پاکستان که در سرمایه گذاری چین در هندوستان بیشتر است، 120 میلیارد دلار است. تمام نظام سرویلنس هندوستان در دست چینایی ها است. در هندوستان بیشتر از 1,000,000 کامره ها است، کلش در کودش با چینایی ها است. درست. بنان چین بازی را که در منطقه داره بازی نظامی نیست، بازی اقتصادی، رشد اقتصادی است و پیدا کردن راه اعظمی راهها به کشورهای دیگر. فاطمی صاحب بزرگوار، به دقایق آخر بحث رسیدیم. من میخوام کوتاه اول پاسخ اینی بپرسم شما برام بتین که چقدر موافق هستین با اوتک صاحب که اگر جنگ دوباره شه و 1 ماه ادامه پیدا کنه شاید پاکستان بپاشه، فرو بپاشه؟ من همین چیز قبلا براتون گفتم که اونا توانایی اقتصادیشون ندارن و توانایی سیاسی و اجتماعیشون ندارن. مردمشون با اینا هم نظر نیستن. سندودش صدای بلند داره، بلوچستان صدای بلند داره، خیبر پختونخوا صدای بلند داره، کشمیر خوش نیست. هندوستان حاضر است که به هر نوع اقدام از او طرف صورت بگیره. شما دیدین که نریندر مودی تا این حد به افغانستان پیشنهاد کرد که اگر به عسکر ما ضرورت باشه تمام اردوی ما در خدمتتان است. بنان یعنی افغانستان اشاره رسان که اگر شما با پاکستان، اگر فرزن افغانستان و هندوستان دست یکی کنه، چرا که اگر پاکستان افغانستان به این حالت میزنه و ما توانیش نه، خب ما حتما با یک کاری را کنیم و در اون صورت ما میتونیم که یک فتوایی را از داخل پاکستان ذریعه علمایشان برشان بتیم که جهاد فرض شد. از دیوبند هندوستان ما شما میتونیم که فتوای جهاد بر علیشان بیا که مسلمانای هندوستان در مقابل پاکستان، مسلمانای خود پاکستان در مقابل پاکستان و مسلمانای افغانستان با فتوای جهاد بره. و از این بابت شما میتونید که فرزن هندوستان باش صحبت کنین که از اون طرف هندوستان بالاش بیه. درست از ما قوای اجنبی را در افغانستان قبول نمیکنیم، چین باشه، روس باشه، هندوستان باشه، اما ایران میتونه که با هندوستان مفاهمه صورت بگیره. اونا از اون طرف بیان، چرا که اپریشن سندور هندوستان میگن که تمام نشده و اونا همیش میگن که ما اپریشن هر وقت باشه شروع میکنیم. تشکر فاطمی صاحب. جنبندی تو طرف بیا، ما طرف میم، پاکستان باز مجال نداره، خود به خود پارچه میشه و تقسیم میشه. خیلی سپاس. جنبندی شما را اوتک صاحب اول میگیرم در کمتر از 2 دقیقه. راه حل وجود داره بین افغانستان و پاکستان؟ خب راه حل بسیار ساده و واضح هستند. از اشتباهات خود باید پی بگیرن. حلقه شریری که در پاکستان مسلط هستند، سیاست های تخریب و مداخله در افغانستان را باید پایان بدهند. صراحتا گفتم که سیاست احترام متقابل را در پیش بگیرن و حرمت برای مردم افغانستان، برای نظام افغانستان، به جغرافی افغانستان قائل شوند. در کنار اونها تمامیت ارضی و حاکمیت مستقل افغانستان را باید احترام بگذارند به قسمی که معمول است در جهان. رفتار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز در مقابل افغان ها، چی که در خاک پاکستان هستند و چی از بیرون افغانستان پاکستان هستند، این را باید قائل شوند. مهاجرینی که 40 سال دوج زندگی کردن میرنجانن مردم افغانستان که بالایشان ظلم صورت میگیره، میرنجانن که اونا مالی اونها را غارت میکنن، از پیش غصب میکنن، میرنجانن این انسان ها هستی مفکوره های واضح دارن، اینیا عقده دارن. وقتی که همچو اعمال برام اندازن فکر کنین که باز به هیچ وقت دوست شدنی نمی باشن. نسبت به روابط سیاسی افغانستان با دیگران واکنش مثبت نشان بدهد. حریب بازی نکنن، نه افغانستان و نه نظام علیه دستشان هست که هرچی که اینا بخواین در سیاست خارجی اونا را بقبولانن. گفتم که پیشرفت اقتصادی و سیاسی افغانستان را کمک بکنن، به خیرشان هست. اگر ما انرژی را برشان اجازه بدیم که بروان از آسیای مرکزی به پاکستان، نیازمندی اونها را رفع بکنن، دیگه چی بدی وجود دارن؟ مردم پاکستان باید را درک بکنن که این دستی حلقه شریر باید بگیرن. به هدف این نمیگه که تاپی بروه و انرژی دوجه انتقال شوه، نیازمندی پاکستان رفع میشه دیگه. ما خود ترانزیتش میگیریم و چیزی که ما داریم از اونها استخراج میکنیم. اگر کاسای 1000 بروان به طرف پاکستان، خود نیازمندی پاکستان میشه، بود اقتصادیشان به پای استاده میشه. اگر ثبات سیاسی را داشته باشیم، ما یک نظام یا یک جغرافیایی هستیم که عهد بستیم که مومد منطقه باشیم. پس که مومد منطقه باشیم، پیشتر از فاطمی صاحب پرسان کردین که منطقه در رابطه چی نظر دارن. ما گفتم که چین هم در مقابل حفظ اقتصاد خود
قرار نمیشینند. آسیای مرکزی بار دیگر تا 20 سال انتظار کشیده نمیتونن که برای منابع خود بازار متوقف بکنن، باید پیدا بکنن. روسیه، هندوستان فوق‌العاده میتونن که یک ریشهش مانده، یک کشورش مانده که مفکوره هایشان تطبیق میکنن از غربی ها، یک دانه کشور مانده که در این منطقه که سناریوهای غربی ها را تطبیق میکنن. تمامشان دستی یکی میشن، نمیره میکنن، خیر و خلاص و افغانستان از شرش و منطقه از شرش خلاص خواهد شد. سپاسگزارتان. و آقای فاطمی فقط یک دقیقه آخر بحث است، شما راه حل پیشنهاد میکنید؟ به نظر ما فرض کنین ما این مراوده را با ما کنه، احترام با ما بگذاره، عملا نکنه، مسائل مثلا آیا موضوع افغانستان حل میشه، موضوع پاکستان حل میشه؟ زخم ناسوری که خط دیورند است تا این مسئله حل نشده باشه هیچ نوع مسئله افغانستان پاکستان حل نمیکنه. این زخم ناسور طوری که 131 سال است که وجود داره، 100 سال دیگه هم باشه وجود خواهد داشت. بنان حل قضیه دیورند لاین اساس تمام مشکلات در بین است. نه پاکستان از این درد گذشته میتونه، نه افغانستان. بنان ما جسمی که از ما جدا شده او را میخوایم و او جسمی را که در کنترل خود داره او نمیخواد که او را دست بده، ذخایرش هم میخواد استفاده کنه. چون این مسئله بین المللی و استراتژیک جهانی شده. از این بابت تا این مسئله فعلا و بعد از این تا که حل نشه، موقتا آتش بس خواهد شد، موقتا صحبت ها صورت خواهد گرفت، موقتا احترامات صورت خواهد گرفت، موقتا هیئت های پاکستانی خواهد آمد در گردن ملا حسن آخوند باز دستای خود خواهد انداخت، بسیار روی مایچه های گرم خواهد کردن. اما این بازی منافقانی پاکستانی که ایساقدار میکنه، صادق خان میکنه، آصف درانی میکنه، خواجه آصف میکنه، این دیگه در اینجا جای نداره و نتیجه نمیرسه. به این مردم فریب نمیخوره، جهان فریب نمیخوره. ملت ها زنده شده، بیدار شده. مردم بلوچ آزادی میخواه، مردم خیبر پختونخوا آزادی میخواه. روز 50 عملیات در مقابلشان انجام میشه. بیشتر در 3 روز 135 عساکر پاکستانی کشته شد. در روز بعدش 55 نفر عساکر دیگهش کشته شد. بنان در یک نظامی که روزمره عساکر از او هدف خود افراد کشورشان است که با او را تهمت با دیگران میگن اما با گریبان خود نمیبینن. از اونجا شما این امید نداشته باشین که او بیای با شما بشینه. خیلی ممنون. که ما بعد از این مداخلام نمیکنم، احترامم میگذارم، مسئله حل نمیشه، چرا که اصل زخم موجود است. تا او زخم مرهم نشده باشه، تا او زخم ترمیم نشده باشه، تا او زخم از بین برداشته نشده باشه، موضوع حل شدنی نیست. بسیار ممنون از شما آقایان بلال احمد فاطمی، آقای ارشد روابط بین الملل و همچنان روح الله هوتک، آگاه و کنشگر سیاسی، بابت حضورتان در این بحث و ممنون شما که همراه ما بودید. تا فردا شام روزگار بکام.